سلام به تمام ردمونیای عزیز. امروز اومدیم دوباره با یه حرفی سلاح دیگه تو ماه شروع کرده و البته این سلاح چیزی نیست جز دد پوکر مال الدن رینگ و این سلاح واسه استفاده ازش استرنج 15 دکستریتی 17 اینتلیجنس 11 نیاز. استرنج دی دکستریتی دی اینتلیجنس این خداست. اما اینجا چیز دارنده هر چقدر آپگریدش کنید اینا استرنج بهترینه واسد، چه در اوایل بازی چه در آخرای بازی. و البته این سلاح استات یخزدگی هم وارد میکنه. این سلاح میتونید از کشتن یه پرنده شب یا همون چیزی که ما هستیم به دست بیارید که این پرنده واسه شکست دادنش دمیج هولی نیاز داره. دمیج هولی هم با اشرافوار سیکرت بلید خیلی راحت قابل دسترسیه. این اشرافوار در همون اولای بازی میشه از طریق کشتن یکی از قلقلیایی که پشت کلیسای لینگریف هست به دست بیارید که البته زیاد خوب نیست. مکان دقیقش این قسمت از نقشه است و مکان باس فایت در این منطقه، همین منطقه که بهتون نشون میدم، این منطقه قسمت رنگ باس فایت و البته قبلش هم گریسرون اینجا رو فعال کنید تا برسید. خب حالا قابلیت ویژه. وقتی درجا قابلیت ویژه رو بزنید و اتک سبک رو بزنید میتونید یه شعله های یخی رو پرتاب کنید. بعدش اتک که ویژه، اتک که سنگین میکنیدش. من خودم با لول 7 دارم استفاده میکنم که واقعا عالیه، واقعا عالی. و البته واسه لول اپ کردن هرچی سریعترش به غار مورتین تونل بهتر اینجاست واسه چون اول بازیست. و اگر میخواید بیل زدن و چیزای فوق العاده دیگه ببینید همراه شد.